Sonabi is coming down. اینجا خوبه درخت موز داره. من چند روزه دارم روی با خودم کلنجار میرم که اولین ویدیوی لانگ یوتیوبم رو ضبط کنم و شیرش کنم، ولی حالا هی به دلایل مختلف نشد و این چند روز خیلی درگیر استرس بودم، استرس خیلی زیاد، کلا مضطرب بودم. ولی امروز وسط پیکنیک یهو به این نشستم که باید همین الان استارت بزنم، همین الان. حالا در هر صورت خوش اومدین به اولین ولاگ من. از این من یا این من؟ یک دو خب اینجا سعی کردیم که آتیش درست کنیم. البته بهتون بگم که هیچ چیزی جز یه فندک نداشتیم، کلی هم باد بود تو جنگل که بچه‌ها سرویس شدن، ولی موفق شدیم. تسا خانم رو تو تصویر داریم که از پرخوری زیاد تو پیکنیک دنبال علف‌های متفاوت تا بخور و معده‌شو آروم کنه یا بتونه بالا بیاره. یکم گشتیم، یکم نشستیم، چای خوردیم، حرف زدیم، رقصیدیم، خندیدیم و بعدش برگشتیم. و همین که برگشتیم من تسا رو بردم حموم، چون که خیلی وسوسه و کلی گل و خاک بهش گرفته بود، بعد حموم میشد. بعدش از اونجایی که خیلی وسواسه و معتقده که بعد از همون رفتن من کثیفش میکنه و از خیسی هم متنفره، اینجوری سعی میکرد که خودش رو خوش کنه، زیاد نمیذاره که یعنی اینطوری بگم با سشوار میونه خوبی نداره. قطعا در ادامه خیلی بیشتر من رو میشناسین و خیلی بیشتر با هم آشنا میشین، ولی خب چون اولین ولاگ یه بیوگرافی خیلی کوچولوی خودم بدم. من زبان 23 سالمه، ایران و گیلان زندگی میکنم، شهر لاهیجان که خیلی هم سرسبز، خیلی دوستش دارم. زبان تدریس میکنم، زبان آلمانی، و ادمین تولید محتوای یه سری از پیجای متفاوتم. یه هاپوی کوچولو دارم، با مامان بابام زندگی میکنم و باشگاه میرم، خیلی اکتیوم، نمیتونم یه جا آروم قرار داشته باشم. حالا در ادامه همین ویدیو یا حتی ویدیوهای بعدی متوجه میشین منظورم از این که نمیتونم یه جا آروم قرار داشته باشم چیه، یعنی اصلا نمیتونم جای ساکن باشم. من معمولا صبح زود بیدار نمیشم، ولی امروز بعد 7 صبح بیدار میشدم تا برم پلیس به علاوه 10 تا بتونم کاری تمدید پاسپورتمو انجام بدم. حالا لزومی نبودش که حتما 7 صبح بیدار شم تا بهشون رسیدگی کنم، ولی چون کلی کار دیگه برای انجام دادن دارم تا قبل ظهر باید انجام بشن، مجبور بودم که صبح خیلی زود بیدار شم تا بتونم به همشون رسیدگی کنم. کلا هم اینطوری نیستم که صبح‌ها بخوام خیلی بخوابم مثلا تا ظهر، مگه اینکه یه شرایط خاصی باشه، خیلی خسته باشم یا شبش خیلی بیدار مونده باشم. ولی خب معمولا هم دیگه ساعت 9 بیدار میشم، چون که به هر حال باید به کار روزم رسیدگی کنم همیشه، چون کلی کار برای انجام دادن دارم. خیلی هم اهل آرایش نیستم، ولی خب ضد آفتاب رو همیشه میزنم. کاش اینجوری بازش نمیکردم. کانسیلر چیزیه که همیشه استفاده میکنم، خیلی استفادهش میکنم، چون که مینورم و یعنی کم خونم و یه مقدار تیرگی دور چشم نسبت باقی آدم خیلی که نه، یه مقدار کمی بیشتره و بعضی اوقات صورتم یه حالت زرتوری خودش رو نشون میده. این مدت خیلی همه یه وسیله هم در خوب شدن و وقت نکردم و نتونستم وقت بذارم بخوام برم بخرم. این رولوشنه که خیلی دوستش دارم و اصلا دلم نمیاد که بندازمش، درش شکسته، چون یه رنگش رو خیلی دوست دارم و به عنوان رژگونه ازش استفاده میکنم. و بالا لب وازلین و تینت اتود، 2 تا چیزیه که از من اصلا به هیچ وجه جدا نمیشه، جزو آرایش‌های همیشگیمه.
آماده شدم تا برم بکنم رسیدگی کنم. حالا این پروسه 7 صبح بیدار شدن و تا اونجا رفتن هیچی، نزدیکی تقریبا که نه نزدیکه، ولی الان باید برم مقنعه بزار. باورت نمیشه چجوری عکس گرفتم. ببین پیرسم اول که در آوردم، بعد یه عکس اینجوری تقریبا بدتر، کاش اینجوری بود حداقل چسبیده اینجوری. عالیه. بعد اینکه کارم انجام دادم اومدم پیش دوستم روشنه که سر ببینمش، یکم پیشش باشم، یه کافی بخورم و بعدش برم باشگاه. من تقریبا میشه گفت از 16-17 سالگی به صورت منظم ورزش میکردم. اول با بدنسازی شروع کردم، بعدش یه مدت طولانی تقریبا میشه گفت 3-4 سال کراسفیت تمرین میکردم و خیلی هم دوستش داشتم. و حدود کمتر از 1 ساله که با اریال آشنا شدم و متوجه شدم که رشته مورد علاقه من و رشته خود سبا یوگا اریاله که خیلی دوستش دارم. یعنی اینقدر دوستش دارم که شبا بهش فکر میکنم موقع خواب و خوابش رو میبینم تو خواب تمرین میکنم. البته امروز روز تمرینم نبود، چون همینطور که میبینید حرکاتم مثلا به نتیجه خوب و درست و دلخواهم نمیرسید و ایرادی نداره، همیشه که قرار نیست نتیجه تمرین اوکی باشه. این حرکتی بودش که همیشه تو ذهنم بود که دلم می‌خواست انجامش بدم. مربیم خیلی راحت و روون انجامش میداد، ولی من اصلا حتی یه دونه کاملم نمیتونستم بزنم که امروز تونستم اجراش کنم و خیلی بابتش ذوق زده شدم. شاید خیلی آسون به نظر بیاد این که 2-3 دور فقط دور خودت بچرخی، ولی واقعا سخت و نفسگیره، چون به تمام بدنت فشار میاره. بعد باشگاه بدو رفتم دنبال تست خانم که آرایشگاه بود موهاشو کوتاه کنه، براش جایزه خریدم و هوا خیلی خوب بود. دلم خواست پیاده روی کنم یکم، چون من عاشق پیاده رویم و از اونجایی که قلاده تست رو نیاورده بودم مجبور شدم بغلش کنم تا خونه بریم. حدود 1 ربع چشامو بستم تا یکم استراحت کنم. و بعد اینکه بیدار شدم گوشیمو گذاشتم که ویدیو رو ریکورد کنه که آماده شم. نوبت تراپی داشتم و متوجه شدم که داشت ریکورد نمی‌کرد و این صحنه‌ای که می‌بینید همشون فیکه، چون من آرایش کرده بودم و اینجا داشتم تظاهر می‌کردم که دوباره دارم آرایش می‌کنم تا بتونم ویدیو بگیرم و تک تک بخشای روزم رو نشونتون بدم. ببخشید که گولتون میزنم. متاسفانه خیلی شلوغ بود و سرویس شدم تا جا پارک پیدا کنم، به خاطر همین یه چند دقیقه دیر شده بود. تراپیم تموم شد و الان دارم میرم سمت خونه شاگردم که کلاس زبانش رو تو خونش برگزار کنیم. کلاس آیک داره، آلمانی. جلسه تراپیم خیلی جالب بود. مباحثش از قبل تعیین نشده بود و اصلا مشخص نبود که راجع به چی قرار صحبت کنم، ولی حالا صحبتایی که شد و هر چی روند به چه صورت بود رو بذاریم کنار. جمع‌بندی که به آخرش رسیدیم و یه چند تا جمله خیلی جالبی که تراپیستم گفت و برام جالب بود. چقدر جالب گفت، 75 تا جالب دیگه هم به نظرم باید بگم. این بودش که گفتش که یه کسی نیاز به کمک داره، یه بچه، یه بزرگسال، هر چیزی، دستم رو پام رو میگیره و ازم درخواست کمک میکنه، میتونه خدا کمکم کنه و من یا کمکش میکنم یا اینکه دلم نمیخواد کمکش کنم و مجبورم که دستش رو از دست خودم فاصله بدم.
اون دفعه اول دستش رو خیلی شل نگه داشته و من وقتی که دستش رو یه ذره تکون بدم خب دستش ول میشه. دفعه دوم که این درخواست رو میکنه شاید یه مقدار دستش سفت‌تر دست یا پای من رو گرفته باشه، ولی قطعا دفعه سوم، چهارم، پنجم و حالا هر چقدر این اتفاق تکرار بشه ای وای یه باری پیش میاد که اون آدم خیلی سفت دست یا پای من رو گرفته و من نیاز دارم که حتی یک مقدار سنگدل باشم و برخلاف میل باطنیم یا برخلاف اخلاقیاتی که دارم و کلا رفتاری که انجام میدم دستش رو از دستم یا حالا پام بگیرم و پرتش کنم اونور و بکنم تقریبا از خودم دست اون تاش رو، اون ارتباط رو قطع کنم و این خیلی چیز بزرگیه، خیلی معقوله و داستان پیچیده و عمقی و ریشه‌ای. اصلا نمیشه خیلی راحت به عنوان یه چیزی که آی چقدر جالب بود بشنوی و بگذری ازش، چون که واقعا به این فکر کن این آدمی که دستش رو پاس رو گرفته همیشه یک آدم نیازمنده، صرفا نیازمند مالی یا نیازمند به یه جایگاه خاصی، یه کسی که پارتی داره جایی یا مثلا یه کار خاصی رو بخواد برات انجام بده همیشه اینجوری پیش نمیره. خیلی اوقات مادریه که به کمک تو نیاز داره. خیلی اوقات داشتم حرف میزدم تلفنم قطع شد و نمیتونستم قطع کنم چون این تلفن واجب بود و رسیدم دم خونه شاگردم، ولی میخوام که اینو تمام کنم چون ممکنه یادم بره دقیقاً راجع به چی حرف میزنیم. داشتم میگفتم که خیلی اوقات میتونه یه مادری باشه که نیاز به کمک داره، خیلی اوقات میتونه یه پدری باشه که داره برای کمک گرفتن از فرزندش تقلا میکنه، یه خواهر میتونه باشه، یه خواهر بزرگتر، یه خواهر کوچیکتر، برادر بزرگتر، کوچیکتر، یه موقع یه دوست میتونه باشه، یه موقعی میتونه پارتنرت باشه و در هر صورت خیلی معقوله عجیبیه واقعا. یه لحظه مثلا تو زندگی خودت بهش فکر کن که دلش رو داری که کسی هی بهت پناه میاره با حالا خشمه، با استرابه، با ناراحتیه، حالا با هر شیوه و روشی که خودش با ترسا و داستانهای خودش روبرو میشه همون جوری میاد میریزه رو تو و تو باید اون شرایط رو هندل کنی، تو مسئولشی. دلشو داری بگی ولم کن، اصلا برام مهم نیستش که تو، حالا نه اینکه انقدر دیگه سنگ دل، ولی تقریبا یه همچین چیزی میشه دیگه در نهایت. اینکه خودت رو مسئول ندونی برای اینکه اون طرف الان ناراحت میشه از اینکه من بگم آقا نمیتونم کمکت کنم و اصلا حتی اگه بتونم هم نمیخوام کمکت کنم چون خودم آسیب میبینم در نهایت. من دلشو ندارم. یعنی خیلی از مشکلات روحی که باشون درگیرم اصلی ترین بخشش همین داستانه. دلشو ندارم. خدافظ فعلا. Deshalb haben ich دور بعد ساعت 9 کلاسام تموم شد، رفتم خونه که شام بخورم و استراحت کنم و بگم بخوابم. این جوجه ها رو که تو تصویر میبینید رها و تسان، تسا که میشناسید 3 سالشه تقریبا و رها هم 10 سال ازم کوچیک‌تره، خواهرم. برشان بر خودم پاستای گوجه درست کردم، من عاشق پاستام. بعد از اینکه پاستام خوردم استراحت کردم یه کوچولو و خوابیدم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودین و تماشا کردین. امیدوارم که لذت برده باشین تا بتونم براتون ویدیوهای بیشتری درست کنم و بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم.